در شهر خوجند مسابقه فوتبال خود برای دریافت جام ولایت سوخت به انجام رسید. در این مسابقه که از سنه 7 می بخشیده به روز جوانان تاجیکستان و روز جهانی فوتبال با تشبث فدراسیون فوتبال ولایت و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت آغاز گردیده بود. 26 دسته از تشکیلات و مؤسسه و جماعت و محله های شهر و ناحیه های ولایت اشتراک و مهاره سنجی کردند. دسته های شیخ برهان، مسچوح، افکار، رحیمی، نور در زیرگروه ا، تیم‌های غازیان، سردریا، بیمارخانه بچگانه، لذت عزیز و جوانی در گروه ب و تیم‌های ترسونزاده، رومان، اویتسنا و موج اوریانو در گروه س بین هم رقابت کردند. در زیرگروه د تیم‌های ویتا، محمد، دیزاین، مصطفی، فاتح در گروه ی دسته‌های 100 کوادرات، اس برند، جواهرات، باباتقا و در گروه اف دسته‌های محله ولیان، جواهرات استرافشان و اونجی باباجان غفوروف میدانداری کردند. در همه گروه ها و خوری ها جالب جریان گرفتند و دسته های بهترین بعد دورهای نیم نهایی و نهایی راه یافتند. دو دسته بهترین مسابقه جواهرات شهر استرافشان و ولیان ناحیه مسچوح به دور نهایی مسابقه راه یافته برای دریافت جام ولایت سوخت بین هم رقابت کردند. دیدار نهایی با اشتراک هواداران سرشمار در میدانچه فوتبال فدراسیون فوتبال ولایت سوخت جالب و تیز و تند جریان گرفته وقتی اساسی بازی با حساب 2-2 مساوی به انجام رسید. بعد زدن سلسله ضربه های جریمه‌ای جام و مقام اول را فوتبال بازان دسته ولیان ناحیه مسچوح صاحبی نمودند. جام و جایزه های فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در فضای تنتنوی به غالبان و جایزه داران این چهاربینی ورزشی سپرده شدند. مسابقه فوتبال برای دریافت جام ولایت سوخت بازی فوتبال خود بین 27 دسته طی قریب یک ماه که برگزار گردید. ما خیلی شدیم که او دشت دبود دسته ولیان بازی نبوده، خیلی بازی خوب نشان داده، صاحب جام شد و چمپیون ولایت سوخت گردید. منتداری خود را به فدراسیون فوتبال و محترم رئیس ولایت برسانیم که چنین فوتبال ها برای ما برگزار میکنند، فوتبال ها زیاد شوند و فوتبالیست های ما تبع مخلصان را شاد نمایند. این مسابقه در سطح خیلی بلند گذشت. از مخلصا خیلی شدیم که اومدن دستگیری کردن، بازی خیلی خوب شد. آینده میخوایم که در دیگه مسابقه هم خیلی اشتراک کرده هم خیلی جای اول را سزاوار شویم.